میخواستیم راجع به چیزهایی که نماز باطل میکنه، چیزهایی که اگر در حال نماز باشید این کارها را انجام بدید نمازتان باطل میشه. ببینیم که او چیزها چند چیز هستن که باعث باطل شدن نمازتان میشه. بریم اونها را با هم دیگه یک مرور کنیم. هرچند که میدانم همه شما عزیزان خبر دارید و میدانید. بریم این احکام با هم دیگه بخوانیم و ببینیم که اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین ما را دستور ده چه کارهایی دادن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مبطلات نماز، چیزهایی که نماز باطل میکنه. امام باقر و یا امام صادق صلوات الله علیهما میفرمودند نماز را قطع و باطل نمی کند مگر 4 چیز: دستشویی رفتن، ادرار کردن، خروج باد و صدا. در کافیه شریف جلد 3 صفحه 207. امام صادق علیه الصلوات و السلام فرمودند این گونه نیست به کسی که خوابیده در نمازش رخصتی داده شود. محمد ابن مسلم میگوید امام باقر یا امام صادق علیه الصلوات و السلام درباره شخصی که در نماز بینی خود را میمالد و خونی میبیند. در هنگام نماز هست دست بینی خود میزنه، میبینه که خون آمد. در این که چه باید بکند، آیا نماز را رها کند؟ فرمودند اگر خون خشک باشد آن را دور بیندازد و نمازش ایرادی ندارد. یعنی در صورت که دست دیدید خونش خشک هست و نمازتان باطل نمیشه. در کتاب کافیه شریف جلد 3 211. از صحابه میگوید از امام جعفر الصادق علیه الصلوات و السلام پرسیدم شخصی که مشغول نماز است و خون دماغ میشود چه حکمی دارد؟ یعنی دیگه خون خشک نیست، سر نماز هست از دماغش خون جاری میشه، خون دماغ میشه، این چه حکمی داره؟ فرمودند اگر از سمت راست یا چپ یا در مقابلش که یعنی قبله که روی او به قبله باشد میتواند آب تهیه کند باید آن را بشورد و بقیه نمازش را بخواند. یعنی همینجور سر نماز هستید، پشت سر نه، چون رو برگرداندن از قبله نماز باطل میکنه. همینجور که اگر آب نزدیکتان هست، حالا نزدیک میزی شیر آبی چیزی هسته، اگر میتواند در همون حال دماغ خود پاک کنه او نباید نماز خود بشکنه. اما اگر نمیتواند آب تهیه کند مگر آنکه روی از قبله برگرداند یا سخن بگوید نمازش باطل شده است. یعنی سر نماز هستید دماغتان خون میاد، خون دماغ شروع میشه. اگر آبی چیزی پیدا نکردید و فقط 2 راه دارید، یا اینکه نمازتان رو بشکنید یا اینکه کسی را صدا کنید. در این 2 صورت نمازتان باطل هست. نمازتان رو بشکنید و برید خون دماغتان رو بشویید. تهذیب الاحکام جلد 2 212 میگوید از امام جعفر صادق علیه الصلوات و السلام پرسیدم فردی در حال نماز است، در این حال چیزی از معده‌اش بالا میآید. بعضی موقع هست که انسان بعضی از موقع هست که انسان ترشحات معده‌اش بالا میاد بی آنکه استفراغ کند، یعنی در گلو فقط وارد میشه، بالا در حد نمیاد. حالا بر اثر پرخوری یا هر چیزی که هست ترشحات معده، اسید معده بالا میزنه. چه حکمی دارد؟ فرمودند این عمل نه وضوی او را باطل میکند، نه نماز و نه روزه اش را. نه وضوی تو باطل میشه، نه نمازت باطل میشه و نه روزت. کافیه شریف جلد 4 108. از امام صادق علیه الصلوات و السلام پرسیدم آیا اگر کسی از پیش روی نمازگزار عبور کند نماز باطل می شود؟ خیلی ها ما دیدم، با چشم سر دیدم که یه عادت دارن، فلانی داره نماز، از شیعیان هم هستن، فلانی داره نماز میخوانه، یک طفلی یک حالا رهگذری دم خانه دم اتاق از جلوی نمازگزار رد میشه، میبینی که یا او طفل گرفته تیلقه میکنه یا نماز میشکنه جیغ شروع میکنه. از امام جعفر الصادق علیه السلام پرسیدم آیا اگر کسی از پیش روی نمازگزار عبور کند نماز باطل می شود؟ فرمودند هیچ چیزی نماز مسلمانان را باطل نمی کند
ولی به اندازه‌ای که میتوانی پیش روی خیش حایلی قرار بده. یعنی در یک جایی استاد که کسی از جلوی تو رد شدن نتونه، هرچند که کار نماز باطل نمیکنه. هیچ چیزی نماز مسلمانان را باطل نمیکند. همچین چیزی که از جلوی کسی رد شه نماز باطل است. کافیه شریف جلد 3 208. ابن ابی یعفور میگوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم آیا موجودی که از برابر نمازگزار میگذرد نماز او را باطل میکند؟ فرمودند هیچ چیز نماز مؤمن را باطل و قطع نمیکند، ولی تا میتواند پیش روی خود با فاصله انداختن چیزی حایل کند. یعنی چی؟ مثلا قبله هم مستقیم هسته، روبرویتون هم دیواره، تا جایی که میتونید نزدیک دیوار بیستید که کسی از جلوی شما رد نشه، ولی همچین چیزی البته باطل نمیکنه. کافیه شریف جلد 3 166. امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمودند اگر سگ یا الاغی از پیش نمازگزار بگذرد نمازش باطل نمی شود و نیز اگر زنی از پیش نمازگزار بگذرد نمازش صحیح است و قطع نمی شود. خب استاد قنبر اهل تشیع چی احتیاجی بود امام جعفر صادق بیاد فقط سگ و الاغ بگه و زن را بگه؟ دلیلش این هست عزیزان دلم، در کتاب صحیح بخاری روایت دارند، متاسفانه در رحمت للعالمین در پیامبر نسبت دادن که پیامبر گفته 3 چیز از جلوی تو رد شد نمازت باطله. او 3 تا اگه گفته چی هستن؟ اینمی سگ، الاغ و زن. امام جعفر الصادق علیه السلام فرمودند اگر سگ یا الاغی از پیش نمازگزار بگذرد نمازش باطل نمی شود و نیز اگر زنی از پیش نمازگزار بگذرد نماز صحیح است و قطع نمی شود. کافیه شریف جلد 3 166. امام صادق علیه السلام فرمودند اگر پیش از تمام شدن نماز روی خود را از قبله برگردانی، در صورتی که زیاده از حد باشد باید نماز را اعاده کنی، اما اگر تشهد را خوانده بودی نماز را اعاده مکن. هنوز تشهد اگر نرسیده اوقدر روی خود از قبله برگشتاندی که کلا روی تو ور شده بود باید دوباره بخوانی، ولی اگر تشهد خوانده بودی تمام شده بود اشکالی نداره. تهذیب الاحکام جلد 2 347. زراره گوید از امام باقر علیه السلام شنیدم که می‌فرمودند روی گرداندن به صورت کامل از قبله نماز را باطل می‌کند. تهذیب الاحکام جلد 2 211. رئیس مذهب تشیع آقای امام جعفر الصادق علیه السلام فرمودند اگر در نماز سخن گفتی یا رویت را به صورت کامل از قبله برگردانیدی نماز را اعاده کن. بشکن از اول بخوان، باطل نماز. من لا یحذره الفقیه جلد 1 255. از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین روایت شده که فرمودند گریه نمودن برای میت در نماز را باطل می کند، اما اگر گریه کردن برای شوق بهشت و ترس از عذاب جهنم باشد افضل اعمال است. من لا یحذره الفقیه جلد 1 244. از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیده شد آیا گریه نمودن نماز را باطل می کند؟ حضرت فرمودند اگر گریه در نماز برای یاد آوردن بهشت یا ترس از عذاب جهنم باشد این از افضل اعمال است، بهترین کارها است، اما اگر کسی برای مرده اش گریه کند نمازش باطل خواهد. تهذیب الاحکام جلد 2 345. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هیچ چیزی نیست مگر آن که برای آن پیمانه و میزانی وجود دارد. یعنی هر چیزی یک اندازه، یک حدی داره، مگر گریه کردن از ترس خداوند عز و جل که هر قطره از آن دریاهایی از آتش را خاموش می کند و اگر از میان امت فقط 1 نفر گریه کند خداوند متعال همه ایشان را مورد رحمت و بخشایش قرار می دهد و در روز قیامت هر چشمی گریان است مگر 3 چشم، چشمی که از ترس خدا گریه کرده باشد، چشمی که از محرمات الهی پوشیده شده باشد و چشمی که در راه خدا بیداری و شب زنده‌داری کشیده باشد. من لا یحذره الفقیه جلد 1 244.
از امام علیه السلام پرسیدم آیا خنده نماز را باطل می کند؟ فرمودند تبسم یعنی لبخند زدن نماز را باطل نمی کند، اما قهقه زدن نماز را باطل می کند. تهذیب الاحکام جلد 2 348. امام صادق علیه السلام فرمودند خنده صدادار یا قهقه وضو را باطل نمی کند ولی نماز را باطل می کند. اینکه با صدای بلند بخندی نماز باطل می کند. لبخند باطل نمی کند ولی قهقه زدن، بلند خندیدن چرا؟ با صدا خندیدن. کافی شریف جلد 3 207. امام صادق علیه السلام درباره کسی که مشغول نماز باشد و کاری برایش پیش آید و بخواهد دیگری را آگاه کند فرمودند سر نماز هستی، یک کار برات پیش میاد میخوای یک نفر خبر کنی. خیلی حالا دیدید دیگه عزیزان دل، دیدید که مثلا سر نماز، مثلا مادر یا پدرمان سر نماز هستن یا تلفن زنگ میزنه، در میزنه، یا طفلی اشتوک داره یک کار بدی را انجام میده میخواد شما را با خبر کنه. امام جعفر الصادق علیه السلام چنین میگوید، فرمودند با سر و دست اشاره کند و تسبیح بگوید، مثلا بگوید الله اکبر، مثلا با صدای بلند بگه که بفهمید. و اگر زن، چون زنان باید نماز آهسته بخوانند، حالا زنان چیکار باید کنند؟ اگر زن در نماز کاری دارد دستهایش را به هم بزند، یعنی یک حالتی دست زدنی که یک خورده صدادار باشه که نفر بفهمه. شما نمیتونید با صدای بلند الله اکبر یا ذکر بگید، این برای مردان هست. کافی شریف جلد 3 207. عمار ابن موسی گوید اگر کسی در نماز باشد و صدایی بشنود آیا میتواند سر و صدا کند تا خانواده اش این صدا را شنیده و نزد او آیند و او با دست خود اشاره کند و به او بفهماند که ببین چه کسی بر در آمده، مثلا سر نماز در میزنه، آیا میتونه سر صدا کنه که حالا افراد خانه بیان اشاره کنه که ببین کی پشت در هست؟ آیا این کار جایز است؟ فرمودند اشکالی ندارد. و بعد از آن حضرت پرسید مرد یا زن که مشغول نماز باشند و چیزی بخواهند آیا جایز است که بگویند سبحان الله؟ آن حضرت فرمود آری، و به هر چه بخواهند میتوانند اشاره کنند، ولی زن هرگاه در نماز بخواهد و چیزی بخواهد با دست بر پای خود میزند تا متوجه او شوند. یعنی یا بر دست خود میزنه یا در هنگام ایستاده یا در هر حالتی که در نماز هستن روی پای خود ضربه میزنه که بفهمن. من لا یحذره الفقیه جلد 1 258. یعنی زن نمیتونه با صدای بلند بگه و این تا نظرتان باش. خوب گوش بدید. محمد ابن مسلم میگوید به امام باقر یا امام صادق صلوات الله علیهما گفتم شخصی در نماز دست راست را روی دست چپ میگذارد، یک تیکه سنی بازی در میاره. حضرت فرمودند این تکفیر است، آن را انجام نده، کفر است، این کار نکن. تهذیب الاحکام جلد 2 صفحه 90. زراره گوید حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند و در نماز تکفیر نکن که تکفیر کار مجوس است. در نماز دست خود روی دست خود نمیندازی، کار مجوسی ها است، آتش پرستا. کافی جلد 3 168. محمد ابن مسلم گوید بر امام محمد باقر علیه السلام وارد شدم در حالی که حضرت نماز میخواند. پیش امام رفتم، ایشان داشتن نماز میخواندن. وجود نازنین حضرت مشغول نماز خواندن عبادت بودن. گفتم السلام علیک. حضرت در جواب فرمود السلام علیک. گفتم حال شما چطور است؟ حضرت جوابی نداد. وقتی از نماز فارغ شدند گفتم آیا در حال نماز پاسخ سلام داده می شود؟ فرمودند آری، همان گونه ای که به او سلام داده شده است. سر نماز است، یک نفر میاد میگه سلام علیکم، شما در جواب چی میگید؟ سلام علیکم. میاد میگه السلام علیک، شما چی میگید؟ السلام علیک. همون چیزی که گفته رو دش میگید. تهذیب الاحکام جلد 2 353.
محمد ابن مسلم میگوید از امام صادق علیه السلام در مورد شخصی که در حال نماز است و بر او سلام میکنند سوال کردم. حضرت فرمودند باید در پاسخ همان گونه که سلام داده است بگوید و نباید بگوید و علیکم السلام. گوش بدی، مهم هست. وقتی میگه السلام علیک تو میگه السلام علیک، وقتی میگه سلام علیکم تو میگی سلام علیکم، نباید بگی و علیکم السلام. زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حال نماز بود که عمار از کنار آن حضرت میگذشت و سلام کرد و رسول خدا این گونه پاسخ داد. کافیه شریف جلد 3 208. امام صادق علیه السلام فرمودند اگر کسی در نماز خود عطسه کرد، سر نماز است عطسه میکنی، بگوید الحمدلله. تهذیب الاحکام جلد 2 356. ابو بصیر میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم گاهی در نماز میشنوم که کسی دیگر عطسه میکند و من خداوند را حمد و سپاس میگویم و بر پیامبر صلوات میفرستم. آن حضرت فرمودند آری خوب است و هرگاه برادر دینی تو عطسه کرد و تو در حال نماز بودی بگو الحمدلله و صلوات بفرست. یعنی خودتان نه، صدای عطسه برادر دینی تان شنیدید میگید الحمدلله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعن اجمعین. کافیه شریف جلد 3 208. خوب گوش بدید. امام صادق علیه السلام فرمودند اشکالی ندارد اگر زنی فرزند خود را در حال نماز حمل کند و بغل بگیرد و می تواند در حال تشهد او را شیر بدهد. فقط در حال تشهد. سر نماز هسته، حالا طفلی تازه در دنیا آمده نوزاد هسته که بیقراری میکنه، مادرش سر نماز میتونه در حال نماز رو در بغل خود بگیره، در بغل داشته باشه. ولی اگر میخواد شیر بده در حال تشهد، یعنی آخر نماز سلام خواندی در حال تشهد میتونه شیر دادن در از طفل خود شروع کنه. تهذیب الاحکام جلد 2 354. چیزایی که در نماز مکروه هست، یعنی کارا رو سر نماز انجام ندید. امیر مؤمنان مولا الموحدین اسد الله الغالب علیه السلام فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نهی می‌فرمود از اینکه کسی در نماز چشمای خود را ببندد. سر نماز چشمای خود نبندی، این کار مکروه هست، این کارا نکن. حرام نیست، حالا ناخودآگاه پلک زدی یا بستی اشکال نداره، ولی این کارا نکنی بهتر. در کتاب تهذیب الاحکام جلد 2 339. رسول اکرم رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در وصیت خود به مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند 8 کس نماز آنها قبول نمی شود. از جمله آنها کسی است که او را قبل از نماز بول یا غایط بوده و دفع نکرده. یعنی چی؟ نمازت قبول نمیشه اگر قبل از نماز دستشویی داری و نرفتی، یعنی سر نماز دید فشار بیاره، این نمازت قبول نیسته. این دقت داشته باش. من لا یحذره الفقیه جلد 1 47. خوب گوش بدید، این مهم هست. امام جعفر الصادق علیه السلام فرمودند این چنین نماز بخوان و به هنگام نماز به این طرف و آن طرف نگاه نکن و روی بر نگردان و با انگشتان دستهای خودت بازی نکن و آنها را بی جهت حرکت نده و آب دهان به راست و چپ و یا روبروی خود مینداز. توف نکن. شاید بگی یعنی چی؟ چرا باید سر نماز توف کنیم؟ این هم جالبه. در صحیح بخاری روایتشان آمده. در صحیح بخاری روایتشان هست. چپ یا راست خود توف کن. من لا یحذره الفقیه جلد 1 211. گوش بدید. رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند متعال 6 چیز را بر من نخواست و آنها را مکروه دانست. اولین آنها کار عبث و بیهوده در هنگام نماز خواندن هست. یعنی یک کار اضافه کنی، با ریشای خوب بازی کنی، با دستای خوب.
نمیدونم از این با دماغ خود از این کارا، این کارها درست نیست سر نماز. من لا یحصره الفقیه جلد 1 134. خوب گوش بدید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خدای تبارک و تعالی مکروه دانسته است برای شما انجام دادن کارهای بیهوده در نماز. کار بیهوده در نماز انجام نمیدی، همین کارهایی که گفتم. منت گذاشتن هنگام صدقه دادن، صدقه رو با منت نمیدی. خندیدن بین قبور و قبرستان، تا قبرستان هم نخند، کار مکروه هست، درست نیست، انجام ندی بهتره. من لا یحذره الفقیه جلد 3 369. امام محمد باقر علیه السلام فرمودند هرگاه به نماز می ایستی بر تو باد که با حضور قلب متوجه آن باشی. در نماز که وایسادی خیلی توصیه میکنم که با حضور قلبی کار انجام بدی، زیرا همان مقدار که متوجه آن باشی برای تو منظور میگردد. خیلی خیلی مهم است. بازم تکرار میکنم، در روایات هست کسی که 80 سال نماز خوانده و یک نماز قبول شده نداره. در نماز حواست سر نماز باشه. چرا؟ چون هموقت از نماز برات می نویسن که قلبت حضور داشته، حضور قلب داشتی. و در هنگام نماز با دست و سر و ریش خود بازی نکن و با خود گفتگو مکن و خمیازه نکش. با خود گفتگو نکن یعنی سر نماز نه اینکه بشینی با خود صحبت کنی، نه، یعنی از حال خود بیحال میشی. یعنی یک دفعه در خود میای میبینی مشغول خواندن هستی ولی فکر در جای دیگه ای بوده. کافی شریف از شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه جلد 3 168. مهم هسته گوش بدی. آن حضرت فرمودند تا سر نماز قلنج دستت نشکن. سر نماز که هستی قلنج دستت نشکن. کافی شریف جلد 3 168. امام صادق علیه السلام فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نماز بود که پشت سر خود صدای شکستن انگشتان کسی را شنید. ایشان سر نماز بودن، نفر پشت سری قلنجای دست خود میشکست. آن مرد رفت، پیامبر فرمود بهره او از نمازش همان اندازه بود. یعنی او همین قد ثواب مبرد. یعنی ببینید منظ خطاب، یعنی در اینجا اشاره داره که از کل از این نمازی که خواند اونمو کار کوچولو اونمو برش بس است. خیلی دلش خوش نباشه که نماز کامل خواندم و فلان، بهرهش هم موقت بود فقط. کافی شریف جلد 3 207. یه چیز مهمتر دیگه، امام صادق علیه السلام فرمودند پدرم امام محمد باقر علیه السلام فرمود هنگامی که وارد مسجد شدی و مردم نماز می‌خواندند بر آنها سلام مکن. بر آنها سلام مکن. قرب الاسناد صفحه 45. آخرین قضیه خیلی مهم هست، کوتاه ولی مهم. مواردی که می شود نماز واجب شکست. سر نماز هستی این چیزا اتفاق بیفته میتونی نماز بشکنی. امام صادق علیه السلام فرمودند هرگاه در نماز واجب هستی و میبینی که بدهکاری یا کسی که مالی را از او طلب داری و یا ماری را میبینی که میترسی به تو آسیب برساند، سر نماز هستی میبینی که جانت در خطر هسته، یا فرد را مشاهده میکنی که در تو بدهکاری چیزی داشته و در این صورت حاضر به پرداختش نبوده، یعنی در اونجا زنده کردن مالت هسته، نماز را قطع کن و پی کارت برو. در این صورت جایز هسته. مثلا جان در خطر باشه، میبینی یک حیوان سمی خطرناک سمتت میاد، میتونی نماز قطع کنی. کافی شریف جلد 3 209. گوش بدید مهم است. از امام علیه السلام پرسیدم هرگاه شخصی که به نماز واجب ایستاده
و به خاطرش برسد که مال خود را جایی گذاشته یا کالایش را فراموش کرده و می ترسد از بین برود چه باید بکند؟ فرمودند نمازش را قطع کرده، کالایش را بردارد و نمازش را از سر بگیرد. شما یک دفعه سر نماز است یادت میاد که من فلان چیز یک جای گذاشتم، امکان داره گم شه و کسی دیگه برداره، میتونی نماز قطع کنی و حفظ مال کنی. در کتاب کافی شریف جلد 3 صفحه 209 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین.